خب تحلیل می‌نماییم. سوال نوبتی. خب کدام از این عباره ها برای علاقه همراهی ترکیب یافته است؟ همه وقت کوشش نمایید که در هنگام کردن سوال ها یا خواندن تست ها از ما سوال چی میپرسد در زیر آن خط کشید، یعنی اشاره کنید. ما باید معین نماییم راه علاقه همراهی. در علاقه همراهی بار دیگر خاطر رسان می نمایم که ما پیشایند نداریم، پسایند نداریم، بندک اضافی هم نیست. واریانت ا ستاره در تیره شب. خب در ترکیب این عباره ما چی داریم؟ پیشایند، یعنی راه علاقه عباره ما وابستگی پیشایندی می شود. واریانت ب در از گنگ تا کرمل. در این عباره هم ما دو پیشایند داریم، پیشایندی از و پیشایندی تا. راه علاقه این عباره هم وابستگی پیشایندی است. واریانت اس 10 فصل. دقت میدهیم 10 فصل ما پیشایند نداریم، پسایند نیست در ترکیب این عباره، بندک اضافی هم اشتراک ندارد. یعنی راه علاقه این دو کلمه بین خود علاقه همراهی است، یعنی ترتیب کلمه. از اینجا برمی آید که خب راه علاقه واریانت اس علاقه همراهی است و جواب درستی سوال ما می آید با واریانت اس. واریانت د رو نگاه میکنیم. در واریانت د بندک اضافی استفاده شده است. وقتی که دو کلمه با هم با یاری بندک اضافی علاقمند می شود، راه علاقه اضافی می شود. سوال نوبتی. کدامی از این عباره ها با راه علاقه وابستگی پیشایندی علاقمند گردند؟ یعنی ما باید عباره رو پیدا کنیم که در آن دو کلمه یا زیاده کلمه ها یکی دیگری رو با یاری پیشایند با خود تابع می سازند. هیکل یادگار واریانت ا. در اینجا ما بندک اضافی داریم، راه علاقه ما چطوری گفتیم اضافی می شود. واریانت ب بسر برداشتن. انا همین جواب درست است. برای چی؟ برای آنکه با پیشایند است و با یاری همین پیشایندی با مصدر برداشتن اسم سر را به خود تابع ساخته است. یعنی واسطه علاقه این عباره وابستگی پیشایندی می شود. واریانت اس گپ را دو نکردن. در واریانت اس راه علاقه ما وابستگی است، اما در اینجا ما پیشایند نیو پسایند استفاده بردیم. راه علاقه وابستگی است، اما برای ما لازم است وابستگی پیشایندی. این عباره ما وابستگی پسایندی است. واریانت د خجالت کشیدن. خب در این واریانت بندک اضافی نداریم، اضافی نمی شود. پیشایند نداریم، وابستگی پیشایندی نمی شود. پسایند نیز نیست، پسایندی نیز نمی شود. از این برمی آید که راه علاقه این عباره همراهی است. дарси пурраро метавонед аз телеграм-канали мо дастрас намоед. Ссилкаи он дар описания гузошта шудааст.